سلام خدمت شما. سحر نوری هستم، یک تن از نمایندگان اسپیشال خانگی هستم. اینجا محصولات خانگی از قبیل شیرینی باب است، کلچه های اصیل و شیرینی های اصیل خانگی است که تولید خود ما می باشد، تولید خانوما می باشد که در خانه به تعداد 7 نفر ما 7 نفر خانوما هستیم که اینا را تهیه می کنیم و به نمایشگاه و به مردم عرضه میکنیم. بر علاوه نمایشگاه ها فروشات آنلاین داریم و همچنان بر علاوه شیرینی باب انواع غذاهای اصیل افغانی طبق سفارشات مشتری ما آماده میکنیم. امروز هم یک تعداد از می شیرینی ها را آماده کردیم و به خاطر نمایشگاه و مردم تا حال از محصولات ما بسیار راضی بودن و به خاطر خریداری می آیند. چقدر وقت شد که این نمایشگاه دایر شده و شما اینجا خود میایید؟ از فعلا خب یک دوباره هست که ما اینجا میاییم. یک 2 هفته میشه که ما اشتراک کردیم. همکارای دیگه ما از قبل بودن در اینجا، ما تازه آمدیم. خواست ما از مردمی است که بیاین از محصولات وطن خود استفاده کنن، از محصولات خانگی، چی محصولات خانگی باشه، چی لباس باشه، یعنی از محصولات کشور خود استفاده کنن و از خانم‌ها حمایت کنن. حال همین مردم خوش هستی؟ آماده میایین؟ بله، از مردم میاین و هم ما از مردم راضی هستیم و هم مردم واقعا از محصولات ما راضی هستن.